هنوزم از روش‌های قدیمی برای ماساژ استفاده میکنی؟ خوب اشتباه میکنی. با این ماساژور تفنگی قراره در عرض 5 دقیقه خستگی کل روزت از بدنت بره. سلام، من صلاح هستم از کافه گجت و امروز در خدمت شما عزیزان هستم با یه ماساژور تفنگی اقتصادی که قیمتش خیلی بالا نیست ولی کلی کارایی بهتون میده، مخصوص اوناییه که همیشه بدنشون درد میکنه و همیشه دنبال یکی هستن که بدنشون رو ماساژ بده. فقط قبلش ویدیو رو لایک کن، کانالم سابسکرایب کن، چون قرار اینجا خفن ترین گجت‌های دنیا رو بهت معرفی کنم. داخل جعبهش 4 تا سری مختلف داره که با هر یک از این سری‌ها میتونی یه قسمت از بدنتو ماساژ بدی. یه کابل شارژ تایپ سی داره، خودش اصلا سنگین نیست، خیلی خوش‌دست و جمع جوره. پشت کاری دکمه پاور داره که اگه 3 ثانیه انگشت روش نگهداری روشن میشه. وایس یا همون سخنگو هست، وقتی مودا رو دونه دونه عوض کنی خودش بهت میگه که روی چه مود سرعتیه و میتونی کار کنی. همونطور که بهتون گفتم اینجا 6 تا نقطه داره، یا بهتره بگم 6 تا مود سرعت داره که وقتی ماساژور رو روشن میکنی و دونه دونه اینجا رو انگشت میزنی سرعت رو زیاد میکنه و میتونی توی 2 تا حالت هم ازش ماساژ بگیری. یه حالت ریلکسی داره که وقتی روی یه سطحی قرار میدی آروم برات ماساژ میده به این صورت، و یه ماساژ قدرتی هم داره که وقتی روی یه سطحی قرار دادی آروم فشار میاری به اون سطح و قدرت ماساژور چند برابر میشه، که این مورد ماساژ قدرتی برای گرفتگی عضلات عالیه و شما قراره کل خستگی بدنت در عرض 5 دقیقه از بین بره. داخل جعبه‌اش 4 تا سری داشت. شما با هر یک از این سری‌ها میتونید یه قسمت از بدنتون رو باهاش ماساژ بدید. این سری توپی که یه حالت بافت نرم داره برای عضلات بزرگ مثل پشت، رانها قابل استفاده هست. یه سری فشنگی داره که برای کف پا، کف دست و جاهایی که تخت هستن میتونه این یه حس خوب ماساژ ازش بگیرید. همچنین یه سری چنگالی داره که اینم برای ساعد دست، گردن و سرشونه ها میتونه بهترین ماساژ رو بهتون بده، یا حتی ساق پاتون. و در آخر یه سری تخت داره که اینم برای بازم رونهاتون، برای بازوها و جاهایی که تخته و نرمتر هست میتونید از این سری استفاده کنید و یه حس بی‌نظیر داره. فقط کافیه یه بار این ماساژ رو از نزدیک تجربه کنید تا واقعا حس ماساژ گرفتن رو ببینید چیه. یک کابل شارژ تایپ سی داره که باید به آداپتور فست شارژ نزنید، یه آداپتور معمولی باشه بین 1 تا 3 ولت 5 آمپر باشه که میتونید این ماساژور رو باهاش شارژ کنید. حدودا زمان فول شارژ شدنش بین 2 تا 3 ساعته و زمان کار کردن مداوم از این دستگاه بین 1 تا 1.5 ساعت، بسته به استفاده خودتون که مداوم روشن باشه یا تیکه تیکه ازش استفاده کنید. تقریبا شارژ دهیش هم خوبه چون هیچ کسی نمیاد حالا 1 ساعت و نیم پشت سر هم بدنش رو ماساژ بده. نهایت استفاده از این دستگاه برای شما میتونه بین حالا 10-20 دقیقه باشه که دیگه خسته میشید و میذارید کنار. و با این نوع استفاده‌ای که من میگم ممکنه تا چند دفعه، 3 دفعه، 4 دفعه، 5 دفعه هم بتونید با همون شارژی که همون فول شارژی که انجام دادید از این ماساژور خفن نهایت استفاده رو ببرید و لزومی نداره هر دفعه بخوای بزنی به شارژ. به به چه حسی داره. اگه جزء افرادی هستید که همیشه بدنتون درد میکنه، یا همیشه جزء افرادی هستید که دوست دارید یه نفر ماساژتون بده، یا توی اطرافیانتون شخصی هست که تا شما رو میبینه ازتون درخواست ماساژ داره، 100% بهتون پیشنهاد میکنم این ماساژور رو براش تهیه کنید یا برای خودتون تهیه کنید. یه کار جمع و جور و خفن و کارآمده که واقعا با اینکه قیمتش اقتصادیه همه حالتهای ماساژ رو میتونید روی بدنتون ازش استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر و قیمتش فقط کافیه به سایت کافه گجت مراجعه کنید که لینکش رو اینجا براتون میذارم. حتما کانال رو سابسکرایب کن چون اینجا قرار خفن ترین گجت‌های دنیا رو بهتون معرفی کنم و این تازه اولیش بود. کلی گجت‌های خفن از دبی براتون جمع آوری کردم آوردم ایران که هیچ یک از فروشگاه‌های دیگه ندارن. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. تا گجت بعدی، خداحافظ.